تاریخ جمهوری اسلامی تقسیم شده به قبل از جنبش مهسا و بعد از جنبش مهسا. در بعد از جنبش مهسا حرکت‌هایی صورت گرفت که این تأثیر گذاشت بر تمام مسائل، یعنی تکلیف مردم روشن‌تر شدش و همین تأثیر بر روی خب مسائل هنری هم گذاشت، به سینما هم گذاشت. و اگر قبل از جنبش مهسا تو خیابونا میرفتی، خب همه به نوعی حجاب داشتن، حجاب رو رعایت میکردن، یعنی مجبور بودن. اما بعد از مهسا دیگه این حالت نبود. الان تو خیابونا میری میبینی خانمایی که روسری دارن در کنار خانمای دیگه که حجاب ندارن به راحتی راه میرن و نه اینکه این رو رژیم خواسته باشه بده، بلکه مردم مجبور کردن رژیم از اون خط قرمزهایی که داشت عقب نشینی کنه و این بهاش خب سنگین بود. بسیاری تو اون جنبش کشته شدن، بسیاری صدمه های زیادی دیدن، حتی بسیاری از دختران و پسران زیبای ما مستقیم تیر رو زده بودن به چشمشون، زده بودن زیباییشون رو از بین ببرن و این هزینه ها پرداخت شده، این هزینه ها داده شده تا اینها به یک شرایط زندگی که حقشونه برسن. هرگز تموم نمیشه، یعنی یک فراز و نشیب هایی رو داره ولی تأثیراتش رو توی جامعه داره حفظ میکنه. Mediapart.